سلام به همگی. امروز می‌خوایم در مورد یه ابزاری صحبت کنیم که خب راستش میتونه کل بازی رو برای کار با اطلاعات شخصیمون عوض کنه. اسمش هست نوتبوک LM. و نه، این فقط یه هوش مصنوعی معمولی دیگه نیست. این یه چیز کاملا متفاوته، یه دستیار پژوهشی که انگار فقط برای خود شما ساخته شده. خب ببینید، اکثر هوش‌های مصنوعی که ما باهاشون سر و کار داریم مثل اینه که به کل اقیانوس اینترنت وصلن. درسته؟ اما نوتبوک LM داستانش فرق میکنه. انگار با یه فلسفه کاملا متفاوتی ساخته شده. یه فلسفه‌ای که هدفش دقت و شخصی سازیه. فقط یه لحظه فکرشو بکنید. یه هوش مصنوعی که هیچی از اینترنت نمیدونه. تنها چیزی که بلده همون اسناد و مقاله ها و یادداشتایی هست که شما بهش میدید. دقیقاً همین ویژگیه که نوتبوک LM رو انقدر خاص و متفاوت میکنه. این نقطه قوت اصلیشه. و این تفاوت یه تفاوت ساده نیستا، کاملاً بنیادینه. میدونید چت‌بات‌های معمولی از کل اینترنت اطلاعات میگیرن و خب گاهی وقتا هم قاطی میکنن و جوابهای اشتباه یا به اصطلاح هذیان تحویل میدن. اما نوتبوک LM نه. اون فقط و فقط به منابعی که شما بهش دادید نگاه میکنه. و این یعنی چی؟ یعنی دقت خیلی بالاتر. یعنی میتونید به جوابهاش اعتماد کنید. دقیقاً همینجاست که قضیه جالب میشه. نوتبوک لم دیگه فقط یه ابزار نیست. تبدیل میشه به انگار یه مغز متفکر شخصی برای شما. شما عملاً دارید با اسناد خودتون یه متخصص میسازید. یه متخصصی که فقط و فقط روی حوزه دانشی که شما بهش دادید استاده. حالا اگه بخوام یه تعریف یکم رسمی‌تر بهش بدیم، میتونیم بگیم نوتبوک LM یه سیستم مدیریت دانشه. کارش چیه؟ میاد با مدل‌های زبانی پیشرفته روی محتوای شما تمرکز میکنه و اونها رو تبدیل میکنه به یه پایگاه دانش هوشمند. یه پایگاه دانشی که میتونید باهاش حرف بزنید. و بهترین قسمتش اینه که کار کردن باهاش فوق‌العاده ساده است. واقعاً فقط 3 مرحله داره. اول منابعتون رو آپلود میکنید. دوم خود هوش مصنوعی میاد و یه جور نقشه دانش از بین اونها میسازه، یعنی ارتباطات رو پیدا میکنه و تمام متخصص شخصی شما آماده است تا به پیچیده ترین سوالاتتون جواب بده. حالا این منابع چی میتونن باشن؟ تقریباً هر چیزی که فکرشو بکنید. مقاله های علمی، فایل های PDF، فصله هایی از یک کتاب، صفحات وب، حتی رونوشت جلسات کاری یا یادداشت‌های شخصی خودتون. همین انعطاف پذیری بالاشه که باعث میشه برای دانشجوها، محققا و کلاً هر کسی که با اطلاعات سر و کار داره یه ابزار بی‌نظیر باشه. خب برسیم به بخش هیجان انگیز ماجرا. این دستیار پژوهشی چه کارهایی از دستش برمیاد؟ چه ابرقدرت‌هایی داره؟ این قابلیت‌ها واقعاً میتونن کل روش تحقیق و یادگیری ما رو از این رو به اون رو کنن. قابلیت‌های کلیدیش واقعاً چشمگیره. مثلا خلاصه‌سازی پیشرفته انجام میده، به سوالاتتون از دل خود اسناد جواب میده، میتونه براتون پیشنویس محتوا تولید کنه، نظریه‌های مختلف رو با هم مقایسه کنه و حتی سبک نوشتاری رو تطبیق بده. یعنی هر کدوم از اینا به تنهایی ابزار خیلی قدرتمنده. اما قدرت واقعیش کجا معلوم میشه؟ توی سوالای پیچیده. اینجا دیگه بحث جستجوی کلمه کلیدی نیست. شما میتونید سوالهای مفهومی بپرسید. مثلا فکر کنید بهش بگید ببین توی این مقاله هایی که بهت دادم تناقض‌های بین این دوتا نظریه رو برام پیدا کن و توضیح بده. و نکته کلیدی اینجاست. جوابهاش از خودش نیست. حدس و گمان نیست. نوتبوک M برای تک تک حرفایی که میزنه بهتون میگه دقیقاً از کدوم قسمت کدوم سند اینو برداشته. بهش میگن استناد یا سایتیشن. این یعنی شما همیشه میتونید برگردید و خودتون صحت حرفش رو چک کنید. این فوق‌العاده مهمه. خب این قابلیت‌ها در عمل به چه دردی میخورن؟ خیلی جاها مثلا توی پژوهش میتونه بهتون کمک کنه شکاف‌های تحقیقاتی رو پیدا کنید. موقع نوشتن میتونه یه پیشنویس اولیه از مقاله بهتون بده. یا اگه دارید درس میخونید میتونه براتون راهنمای مطالعه یا نقشه ذهنی بسازه. کاربردهاش واقعاً زیاده. البته بیایید منصف باشیم، هیچ ابزاری کامل نیست. نوتبوک LM هم نقاط قوت فوق‌العاده‌ای داره و هم یه سری محدودیت‌ها. مهمه که هر دو طرف رو ببینیم. یه تشبیه خیلی قشنگ در موردش هست که میگه این مثل اینه که یه دانشجوی ارشد یا دکترا کنارتون داشته باشید که هیچ وقت نمیخوابه. به نظرم این بهترین توصیفه. یه همکار خستگی ناپذیر که به همه منابع شما مسلطه و همیشه آماده است تا کمک کنه. خب بیایید یه نگاه متعادل بندازیم.
نقاط قوتش چیه؟ تمرکز بالا روی منابع شما که باعث دقت و اعتماد میشه. برای هر حرفی هم که میزنه سند میاره و میتونه ایده ها رو بین کلی سند مختلف به هم وصل کنه. اما نقاط ضعفش چیه؟ خب به اینترنت زنده دسترسی نداره. اگه سندی که بهش میدید سوگیری داشته باشه، اونم همون سوگیری رو یاد میگیره و فعلا نمیتونه چیزای غیر متنی مثل نمودار یا عکس رو تحلیل کنه. حالا بیایید یکم از جزئیات فاصله بگیریم و به تصویر بزرگتر نگاه کنیم. ظهور ابزارهای مثل نوتبوک لم واقعاً برای آینده تحقیق و یادگیری چه معنی داره؟ ببینید، ابزارهای ما برای کار با دانش همیشه در حال تکامل بودن. یه زمانی فهرستای کتابخونه رو داشتیم. بعدش موتورهای جستجو مثل گوگل اومدن. و حالا به نظر میرسه داریم وارد یه عصر کاملاً جدید میشیم. عصری که توش هوش مصنوعی دیگه فقط یه ابزار جستجو نیست، بلکه یه همکار واقعیه. یه شریک فعال توی خود فرایند تحقیق. و این نکته اصلیه، ما فقط با یه ابزار جدید و باحال طرف نیستیم، ما داریم یه تحول اساسی رو میبینیم. تحول توی روشی که ما انسان‌ها با دانش تعامل میکنیم. این سیستم‌ها دارن هوش مصنوعی رو از یه چتبات ساده به یه مدیر دانش شخصی واقعی ارتقا میدن. و همه اینها ما رو میرسونه به یه سوال نهایی، یه سوالی که شاید باید از خودمون بپرسیم. با وجود همچین قابلیت‌هایی، آیا هوش مصنوعی میتونه شریک پژوهشی بعدی ما باشه؟ آیا شما آماده اید که اون رو به عنوان همکار و شریک کاری خودتون قبول کنید؟ به نظر میاد آینده کار و یادگیری همه ما به جوابی که به این سوال میدیم بستگی داره.